میخوای ببینیم مدرن یا متحجر؟ مهمترین فرق آدم مدرن طرز تصمیم گیریشه. آدم مدرن باید تصمیماتش از علم و تحقیق استفاده میکنه، اما آدم متحجر برمیگرده ببینه سنت‌ها چی میگن یا نیاکانمون چه کردن تا توتیوار تکرار کنه. فرقی نمیکنه مذهبی باشی یا نه. یه آدمی که برای تصمیم گیری نگاهش به گذشته است بهش میگن متحجر. یه متحجر فکر میکنه که رهبرش حق الهی یا تاریخی برای حکومت داره. دومین خصوصیت آزادگی یا شهروند بودنه. اگه هیچ وقت رهبرت رو نقد نکردی، احتمال زیاد سرسپرده شدی. آدم آزاده منتقد رهبرشه و با انتقاداتش هر روز رهبرش رو بهتر میکنه. آدم سرسپرده با چاپلوسی هر روز رهبرش رو خرابتر و دیکتاتورتر میکنه. اگه اول نگاه میکنی ببین رهبرت چی میگه تا همون رو تکرار کنی، سرسپرده. آخرین سنگر سکوت حق ما گرفتنی نیست. سومین خصوصیت آدم مدرن اینه که متر دستشه. یعنی آدم مدرن گول شعار و عکسای قشنگو نمیخوره. به حرفای رهبرش فقط اکتفا نمیکنه، اون با آمار و نتیجه کار داره. اما آدم سرسپرده میخواد از یکی تعریف کنه میگه مؤمنه، وفاداره، وطن پرسته. از چیزای غیر قابل اندازه‌گیری استفاده میکنه. چیزی که نمیشه مترش کرد. مثل گزینش ادارات که آخرش ختم میشه به تظاهر و چاپلوسی. تا حالا از آزادی بیان مخالفانت دفاع کردی؟ آدم آزاده از آزادی بیان دشمنش هم دفاع میکنه. آدم سرسپرده از حق آزادی خودش هم دفاع نمیکنه. رعیت اطاعت از رهبرش رو وظیفه میدونه، اما یه شهروند مشارکت در اداره کشور رو وظیفه خودش میدونه. هیچ وقت شده بگی مردم ما آماده دموکراسی نیستن؟ آدم سرسپرده اینو میگه تا مجوز دیکتاتوری صادر کنه. هیچ کشور پیشرفته از اول بهترین دموکراسی رو پیاده نکرده. با تفکر امروزی 250 سال پیش که آمریکا تأسیس شد، بعضی قوانین اصلا بدوی بودن. مثلا زنان حق رأی نداشتن و بردهداری قانونی بود. ذره ذره درست شد. چجوری؟ با انتقاد آدمای آزاده. باید از یه جا شروع کرد. 100 سال پیش هم برای توجیه دیکتاتوری تو ایران میگفتن مردم نمیفهمن. الان هم همینو میگن. ما که از آوار و ترکش همه رو به جون خریدیم، تو بگو هم سنگر من چواس کی رو میدیم. آخر کلام این که ما برای پیشرفت به نسلی مؤمن، وطن پرست، وفادار، جان نثار یا فرمانبردار نیاز نداریم. به نسلی پرسشگر نیاز داریم. حالا برو با خودت فکر کن ببین اگه این خصوصیاتو داری یه شهروند مدرن و آزاده‌ای. وگرنه آخرین سنگر سکوت